در یک همایش سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان تاکید شد میان مقامات کشور و خبرنگاران یک فضای بی‌اعتمادی حکمران بوده. این امر در راه رساندن اطلاع معتمد به ساکنان کشور مانع ایجاد کرده است. لیدیا اسامова عضو سازمان میدیا الیانس تاجیکستان گفت مسئولان دولتی از خبرنگاران هراس دارند و به هر راه و وسیله از صحبت با خبرنگاران یا دادن معلومات کناره‌جویی می‌کنند. از سوی دیگر به گفته او مقامات باور ندارند که معلومات یا مصاحبه آنها بدون تحریف منتشر می شود. نبی یوسفوف رئیس سازمان میدیا کانسالتینگ نیز تاکید کرد در بیشتر موارد ژورنالیستان از سخنان همصحبتشان با خواست و منفعت خویش استفاده می کنند، صحبت را به طور خود تحریر و حتی تحریف می کنند. ولی خبرنگاران به نوبت خود گفتند که حالا بعد از مصاحبه با متن آن آشنا شده و تنها پس از اجازه او این مطلب منتشر خواهد شد. عبدالرحیم عبدالصمد خبرنگار رادیو خبر گفت که حتی برای ابراز نظر یک متخصصی مؤسسه دولتی باید از وزارت اجازه دریافت کرد. مثلا وی برای مطلب تحلیلی در مورد ضرر دود سیگار به اطرافیان نظری پزشکی بیمارستان را پرسان شده، اما پزشک گفته است که با اجازه رسمی وزیر تندرستی در این باره ابراز نظر خواهد کرد. وضع دریافت اطلاع از منابع رسمی در ولایت و شهرهای کشور در مقایسه با دوشنبه به مراتب دشوار بوده است. نظام‌الدین عیسایف خبرنگار نشریه خطلان شهر قرغانتپه گفت مسئولان مؤسسه‌های دولتی از ژورنالیستان می‌ترسند و برای گریز از صحبت به ضرورت اجازه مقامات بالا اشاره می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون مطبوعات و واسطه‌های دیگر اخبار عامه مسئولان نهادهای دولتی موظفند به سؤال‌های خبرنگاران پاسخ گفته و در صورت دریافت درخواست رسمی برای معلومات در مدت 3 روز جواب گویند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت 2 سال اینجانب درباره پروتکل حکومت درباره فقط از طریق خبر پهن کردن معلومات گپ میزنیم. کنستیتوسیون ماده 30 به شهروندان حقوق دسترسی به اطلاعات را کفالت داده است و آنها این حقوق را میتوانند از طریق وسایل اخبار عامه عملی نمایند. این پروتکل بهانه به اون مقاماتی که نمیخواد اطلاعات را به ژورنالیستان به واسطه اخبار عامه دهد بهانه شد. در همین حال دکتر ابراهیم عثمانوف گفت یک مشکلی پیش آمده است. یکی از منبع‌هایی که از مطبوعات بسیار وقت خودداری میکند حاضر کارشناسای اصلی هستند. متخصصای اساسی به ژورنالیست‌ها سوال و جواب نمیکنند. اگر یگون گپی نباشد در همین روز همین 4 تا 5 تا آدم‌های نوبتدار دائمی کارشناسای دائمی داریم، در همش هستن همینا. واقعا پس از اسیان نافرجام جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 فشار نهادهای دولتی بالای آزادی بیان تشدید شده و همکنون کارشناسانی که قبلا بدون مشکل با رسانه‌های مستقل و خارجی صحبت می‌کردند با هر بهانه از ابراز نظر در مورد مسائل مورد بحث کناره‌گیری می‌کنند.